السلام و رحمت الله و برکاته. برادر ارجمند گفته درباره این آیه کریمه کمی معلومات بدهید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خب دوست ارجمند، این آیت در رابطه به این است که الله متعال یک نعمت را از یک قوم نمیگیرد تا زمانی که خودشان گناه و فسق و فجور نکنند. وقتی که الله متعال یک نعمت را به یک قوم داد، اون نعمت از قوم پس نمیگیره مگر زمانی که خود اینها به کفر و فسق و فجور رو آوردن. الله متعال عذاب را نازل میکنه و نعمت را میگیره. زیرا این آیت تفسیرش در آیت دیگه آمده. الله عزوجل میفرماید که لئن شکرتم، این اعلان الله متعال است که اگر شما شکر کشیدید الله عزوجل نعمتها را به شما زیاد میکنه، لکن اگر کفر کردید الله سبحانه و تعالی نعمت را از شما پس میگیره. این قانون الله است. زیرا الله عزوجل فرمود که اگر کفر کردید ان عذابی شدید، عذاب من بسیار سخت است. این موضوع در سوره انفال آمده. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله سبحانه و تعالی در سوره انفال میگه که الله عزوجل تو یک ذاتی نیست که یک نعمت را به قوم بده پس نمیگیره و از پیششان مگر زمانی که خودشان خودم محروم بسازند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این آیت یعنی بیان نکرده در این آیت که چی چیز الله تغییر نمیده، لکن تفصیل این آیت را آیت 53 سوره انفال کرده که الله نعمت را که به یک قوم بده پس نمیگیره مگر که خودی از یا خود محروم بسازند. زیرا در حدیث رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرماید که ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. بعضی اوقات بعضی بنده ها از بعضی رزق ها محروم میشن، بعضی رزق ها از پیش بنده گرفته میشه. چرا؟ به خاطر گناهی که او را مرتکب شده. به خاطر مرتکب شدن گناه الله عزوجل رزق پس از پیش میگیره. بلکه ظهر الفساد فی البر والبحر، یک تفسیرش هم است که مراد از فساد قلت است، کمبود چیزها. ظهر الفساد، فساد در روی زمین آشکار شده، یعنی کمبود نعمت ها شده. کمبود نعمت ها چرا؟ به خاطر بما کسبت ایدی الناس، به خاطر از اینکه مردم دستایشان کسب خراب کرده. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی که به شما میرسه از اثر دست خود شما هست. و یعفو عن کثیر، الله از زیاد گناهاتان گذشت میکنه. یعنی انسان اگر به کل گناهاش بگیره ما ترک علی ظهرها من دابه، در روی زمین هیچ جنبنده نمیمانه، کل هلاک میشه. لکن الله زیاد شد تیر میشه، گذشت میکنه. به بعضش الله عزوجل یک اخذ میکنه، به خاطر از این اخذ میکنه که لیتضرعوا، برای از اینکه تضرع بکنن. و اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، به خاطر که تضرع بکنن به خاطر الله میگیره. پس این آیت معناش است که الله یک نعمت را از یک قوم نمیگیره تا زمانی که و قوم خودش خدا بدبخت نسازن، خودش خدا محروم نسازن، تا اون زمان الله نمیگیره. اما بعضی از دوستای ما شما این آیت را عام معنا میکنن. یک قومی که در عذاب باشه میگه شما را الله از عذاب نمیکشه تا خودتان خدا نجات ندید. استدلال از عمومی آیت میکنه، اما استدلال خیلی خوب نیست. زیرا این آیت دیگه را تشریح کرد که الله سبحانه و تعالی ذات نیست که مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. الله نعمت را از یک قوم پس نمیگیره حتی یغیروا ما بانفسهم. امید است که فهمیده باشی. خب سوال دومشان فتاوای ابن تیمیه رحمه الله را 10,000 گرفتم، کم است یا زیاد؟ والله اعلم.